تازه‌ترین خبرها و گزارش‌های روز را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ پیشنهاد شما می‌کنیم. شعله گلخواجه هستم. سلام. سرخط موضوعات مهم. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهراً منزل یک ساکن دهه سامانیان جماعت چورکوه در نتیجه تماس برق به کام آتش رفته است. نیروهای ارتشی عراق جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی را از مناطق شرقی شهر موصل بیرون کردند. بتالون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معما الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم. معمل الادویه و دادستانی افغانستان حکم بازداشت محافظان گنرال دوستم را صادر نموده از او تقاضا کرد که در تفتیش پرونده کمک رساند. اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمیکنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق درآید و او در حبس خانگی به سر ببرد. مقامات تاجیک و قرغیز میگن ظاهراً منزل زینالدین رحمانوف یک ساکن دهه سامانیان جماعت چورکوه در نتیجه تماس برق به کام آتش رفته است. سوختار در این دهه مرزی را مقامات دو کشور تحقیق میکنند. اما مسئله خانه که گفتم باید در منطقه تاجیکستان نه و در سرحد است. خانه حضور است از روی گویم برق همیشه گپ است که کاراتخیز میکنه میگن. بله الانگیتگی لیکن تاجیکو خاموش کردگو. حادثه سوختار منزل در نقطه بحثی مرز تاجیکستان و قرغیزستان 4 روز بعد یک زن و زنی در همین محله سرحدی رخ داد. شام 22 январ جانب تاجیکستان درباره 3 نفر مجروح خبر داده مسئولیت این مناقشه را به دوش ساکنان قرغیزستان واگذار کرد. تفصیلات این حادثه به همین زودی‌ها در سایت آزادی نشر خواهد شد. برنامه را ادامه میدیم. خدمات ضد انحصاری تاجیکستان میگوید بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه نه با دستور این اداره دولتی بلکه با درخواست خود شرکت ها صورت گرفته است. عبدالله اشورف که در نشست خبری خدمات ضد انحصاری شرکت داشت درباره این موضوع و دیگر مسائل های مطرح شده گزارش میدهد. شرکت‌های موبیلی تاجیکستان در نزد خدمات ضد انحصاری تاجیکستان برای بالا بردن نرخ گفتگوها با روسیه و کشورهای خارجه 2 دلیل پیش آوردند. یکی از این دلیل‌ها این به کار آغاز کردن مرکز یگانه کموتاسیونی است که برای هر یک دقیقه گفتگو هم وارداتی و هم صادراتی از کشور 15 درم حق می‌ستاند. دلیل دوم این بود است که قرب اسعار خارجی در برابر سامانه بالا رفت و این خراجات‌های شرکت‌ها را نیز افزوده است. آیا مراجعت کردن یک چند موردی رو گفتیم که در نتیجه جنبست فعالیت مولوی 2016 ما موردی بررسی قرار می‌دهیم و همون 0.12 سنت همون دوره اگر با کورس گذری اگر گیریم خودش 0.96 سنت شد 0.96 درم میشه حرکت کل اسعار. قبلا نرخ 1 دقیقه گفتگو با روسیه از تاجیکستان 1 سامانی نرخ داشت و سر از 20 январ سال روان این رقم تا به 1 سامانی و 20 درم بالا رفت. ضمناً نرخ گفتگو از تاجیکستان به روسیه نسبت به از روسیه به تاجیکستان 10 مراتب گرانتر بوده است. یعنی اگر مهاجران کاری از روسیه به تاجیکستان زنگ زنند 10 مراتب از آن ارزانتر است که از خانواده هاشان به روسیه زنگ بزنند. با اطلاع خدمات ضد انحصاری تاجیکستان شماره گفتگوها از تاجیکستان به خارجه در قیاس به سال گذشته به طور قابل ملاحظه پایین رفته است. اگر در سال قبلی از تاجیکستان ساکنان حدود 158 میلیون دقیقه با خارجه گفتگو کرده باشند، در سال جاری پس از گران شدن نرخ گفتگوها ساکنان حدود 112 میلیون دقیقه همگی با خارجه گفتگو کردند. عبدالله اشورف، امردین آلینموف، رادیو آزادی، دوشنبه. این چند؟ نه. 1. اینش؟ 2. این چند میشه؟ این گزارش را که به حیات اطفال گرفتار سیندروم داون در تاجیکستان بخشیده شده است در ادامه نشر خبری پیشنهاد شما میکنیم، اما حالا رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میگوید او میخواهد در چارچوب محدودسازی مهاجرت به آمریکا برای پناهندگان از سوریه به اصطلاح منطقه‌های امن تشکیل کند. روز چهارشنبه در صحبت با رسانه‌های آمریکایی رئیس جمهوری آمریکا گفت بعد مشاهده مشکل‌های اتحادیه اروپا با مهاجران که به وجه عموم با آغاز جنگ شهروندی در سوریه اوج گرفته است، او چنین برنامه را ترتیب داده است.
پیش بینی می شود که روزهای نزدیک فرمانهای پرزیدنت آمریکا درباره این گونه منطقه‌های امن و توقف تقدیم روابط سفر به شهروندان سوریه، عراق، ایران و بعضی ممالک اسلامی نشر خواهد شد. مأموریت پرزیدنت آمریکا سعی دارد طرز نوی تقدیم روابط سفر به شهروندان این کشورها را ترتیب بدهد. اما در همین حال سربازان دولت عراق با راندن جنگجویان گروه دهشت افکن دولت اسلامی الکی به امن نمودن منطقه‌های این کشور تا جای موفق شدند. بعد پاکسازی شرق شهر موصل، نیروهای عراق اکنون برای آزاد کردن شمال دومین شهر بزرگ عراق آماده می‌شوند. خیرمان بخوازاده تفصیلات دارد. نیروهای عراقی آخرین گروه‌های باقی‌مانده سازمان به نام دولت اسلامی را از ناحیه القوسیه در شمال موصل بیرون کردند. عملیات پاکسازی در اینجا پس از آن شروع شد که نیروهای حکومتی تمامی ناحیه‌های موصل در شرق رود دجله را از دست تندروان بازپس گرفتند. بتالون قهرمان پیاده نظام نهم در جبهه تبادل التجاری پیشروی کرد. این محله را آزاد کردیم و به سمت معمل الادویه یا کارخانه داروسازی حرکت داریم. معمل الادویه. حکومت عراق میگوید بعد 100 روز شروع عملیات برای پاکسازی موصل، دومین شهر بزرگ عراق، به آنها میسر شد با کمک نیروهای هوایی ایالات متحده شرق شهر را آزاد کنند. موصل ماه ایون سال 2014 به دست جنگجویان گروه دولت اسلامی افتاد. بعضی از آنها حالا هم سرسختانه مقاومت میکنند. داعش اساساً به استفاده ماشین‌های بمبگذاری شده و سنایپرها تکیه می‌کند، ولی از هیچ کدامشان نمی‌ترسیم. خدا خواهد با عزم دلیران، افسران و دیگر نیروها تمام شهر موصل را آزاد می‌کنیم. نیروهای 100,000 نفری عراق، رزمندگان کرد و شبه نظامیان شیعه مذهبی تحت حمایت ایران انتظار دارند که جنگ در شمال موصل بسیار سخت می‌شود. حرکت ماشین‌های زیره‌پوش و توپخانه‌ها از کوچه‌های باریک شهر تقریباً امکان ناپذیر است. علاوه بر این در شمال موصل 750,000 نفر زندگی می‌کند و سازمان ملل متحد گفته است خطری آن وجود دارد که جنگجویان دولت اسلامی آنها را به حیث سپر زنده استفاده برند. دادستان کل افغانستان دستور داده است 9 نفر از کارمندان عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را دستگیر کنند. با گفته دادستان این افراد به بدرفتاری با احمد ایشچی رئیس پیشین ولایت جوزجان متهم می شوند که یک رقیب دوستم به حساب می رود. احمد ایشچی ماه نوامبر گفت که افراد دوستم از جنگسالاران افغان او را ربوده و عذاب و شکنجه کردند. همکارم طاهر سفر با ژکفر احمدی خبرنگاری رادیوی افغانستان آزاد در این باره صحبت انجام داد. ژکفر، به برنامه ما خوش آمدی. خب امری بازداشت صادر شده است، معلوم است که آن را کی اجرا میکنند؟ آنچه تا حالا مشخص نیست است که ما نمیدانیم دستور لوی سارنواله افغانستان برای بازداشت 9 تن از محافظان و افراد نزدیک به جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان چی زمان تطبیق میشه. در صحبتی که امروز با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان ما داشتیم، آقای صدیقی گفت که حکم لوی سارنواله را دریافت کردند و ماموران پلیس ملی افغانستان این حکم را تطبیق میکنند. آقای صدیقی گفت که هر زمانی که اقدامات در این خصوص اجرا شد، مردم و رسانه ها را در میان خواهند گذاشت. خودی افرادی دوستم راجع به امر دادستانی چی گفتند؟ چه واکنشی کردند؟ مسئولان تا حالا در این مورد تبصره نکردند. چیزی که مشخص است این است که عنایت الله بابر فرهمند، رئیس دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان، ادعای آقای ایشچی را پیشازی به اساس خوانده. طوری که شما هم پیشتر اشاره کردین، احمد ایشچی ادعا کرده که به تاریخ 25 نوامبر پارسال البته افراد آقای دوستم در حضور جنرال دوستم او را از یک میدان بزکشی در ولایت جوزجان با خودشان میبرند و به گفته آقای ایشچی جنرال دوستم به نزدیکانش دستور میده تا بالای آقای ایشچی تجاوز بکنن و تصویر هم بگیرن. او خود دوستم را هم در بدرفتاری با خودش مقصر میدانه. و ژکفر،
از خود دوستم هم در گذشته خواستند که در رابطه به همین ادعاهای احمد ایشچی به دادستانی حاضر شود و به سالها پاسخ بگوید و تا حال نرفته است. اگر بازم از دعوتها سرپیچی کند چی می شود؟ فرید حمیدی لوی سرانوال افغانستان گفته که اگر جنرال دوستم در روند تحقیقات همکاری نمیکنه میتونه وظیفهش به حالت تعلیق درآید و او در حبس خانگی به سر ببره. تشکر. جعفر احمدی همکارم از رادیو افغانستان آزاد صحبت میکرد در باره امر دادستانی افغانستان برای بازداشت 9 تن از افراد ژنرال دوستم، یکی از جنگسالاران افغان و معاون اول رئیس جمهوری افغانستان. تشکر جعفر. سلامت. بالا برمیگردیم به تاجیکستان. در یکی از مکتب‌های دوشنبه برای کودکان گرفتار سندروم داون اتاق مشورتی و آموزشی باز شده است. در تاجیکستان آمار دقیق گرفتاران سندروم داون موجود نیست، اما به حساب سازمان‌های بین‌المللی از هر 700 طفل یک نفر با چنین خصوصیت به دنیا می‌آید. پزشکان میگویند تولد این گونه کودکان به طرز حیات والدین و سالمی آنها وابستگی ندارد. برای یوسفی که دنیای کودکان آفتابی را آموخت، به حلیم و مهربان بودن آنها تاکید می‌کند. ما الف با میخوانه بلا میخوانه الف فال دلکشو جلادانه دادیلی. اسلامجان 8 ساله با علت سندروم داون تولد شده است. از این علت مادرزادی اسلامجان نزدیکانش در 3 ماهگی او آگاه شدند. تلاش تبابت کردن اسلامجان را والدین از همان روز آغاز کردند که تاکنون ادامه دارد. هرچند این کودک حرف زدن، راه رفتن را آموخته است، اما قابلیت او از همسالانش ضعیفتر است. خودم حماقت کار بردم، 1 سال کار بردم. هر خیل همین گپای گفته، بازویا یاد داده، ویلیک رفته خریده اومده، ویلیک به سر شنونده، همینای این گروشکا خریده اومدیم، گروشکا کت باز کناندیم. مقصد نماندم ده، 1 منوت هم نماندم، اپش قفای همه فقط دویدیم. خدا بشکر حاضر من خودش ایب میکرد اگه شد. اکنون اسلامجان مکتب میرود و درس میخواند. این چند؟ 1. اینش 2. این چند میشه؟ ولی نه همه گرفتاران سندروم داون مثل اسلامجان رشد کردند. مادری سومن 11 ساله میگوید آنها خیلی دیر آگاه شدند که دخترشان گرفتار سندروم داون است و با اصول آموختن نیز این چنین اطفال معیوب را تا حد رشد دادن امکان پذیر بوده است. وقتی که کودک با سندروم داون به دنیا میبیاد، این یک ناخوشی است. وقتی که مادر این حالت را میفهمد، گفتی رسا که شاک به میغلطد. والدینی که فرزندانی گرفتار سندروم داون دارند همیشه در حالت مشکلی روانی قرار دارند. آدمایی که میدونن و کسایی قطعش نقض میکنن، صحبت میکنن، بازی میکنن. آدمایی که نمیدونن کمتر و این بعد همه کتی مهربان وای میکنن و مهربانی سلام علیکم اماکو گپای دغل ندارد. برای تعلیم کودکان گرفتار سندروم داون مناسبت انفرادی استادان ضرور است. اما قبل از همه استادان باید تحمل پذیر باشند، زیرا این تعداد اطفال از طالب علمان معمولی فرق دارند. برای اینو که مثلا یک رقم 6 آموختن ما یا 3-4 روز قطعش درس میگذاریم ده. برای رشد و تعلیم کودکان گرفتار سندروم داون، سازمان جمعیتی خیریوی سیدت در مکتب شماره 92 شهر دوشنبه صنف مشورتی و مطابق سازی را تأسیس داده است. و حالا یک خبری جالب. زن پهلوان 2 تراموایро به حرکت درآورد. ورزشگرزن از ایرکوتسک روسیه اکسانا کاشلیووا بعد نیم سال تمرین منظم به این نتیجه، یعنی از جای جنباندن 36 تن بار دست یافت. قطار تراموای ها 5 متر به پیش رفت. کاشلیووا که اصلا با پاور لیفتینگ مشغول است، در گذشته تراموای واحد، ماشین کماز و چرخبال می 8 را از جای جنبانده بود. اکنون این زن میخواهد هواپیما و کشتی را هم به حرکت درآورد.
با این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت ozodi.org و صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. تشکر برای همراهی و تا برنامه فردا. خدا نگهداری هر یک شما.